کتاب پیدایش. پیدایش باب 1. داستان آفرینش. در آغاز هنگامی که خدا آسمانها و زمین را آفرید، زمین خالی و بیشکل بود و روح خدا روی توده‌های تاریک بخار حرکت می‌کرد. خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد. خدا روشنایی را پسندید و آن را از تاریکی جدا ساخت. او روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شب گذشت و صبح شد. این روز اول بود. سپس خدا فرمود توده‌های بخار از هم جدا شوند تا آسمان در بالا و اقیانوس‌ها در پایین تشکیل گردند. خدا توده‌های بخار را از آبهای پایین جدا کرد و آسمان را به وجود آورد. شب گذشت و صبح شد. این روز دوم بود. پس از آن خدا فرمود آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکی پدید آید و چنین شد. خدا خشکی را زمین و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا این را پسندید. سپس خدا فرمود انواع نباتات و گیاهان دانه‌دار و درختان میوه‌دار در زمین برویند و هر یک نوع خود را تولید کنند. همین طور شد و خدا خوشنود گردید. شب گذشت و صبح شد. این روز سوم بود. سپس خدا فرمود در آسمان اجسام درخشانی باشند تا زمین را روشن کنند و روز را از شب جدا نمایند و روزها، فصلها و سالها را پدید آورند و چنین شد. پس خدا 2 روشنایی بزرگ ساخت تا بر زمین بتابند، روشنایی بزرگتر برای حکومت بر روز و روشنایی کوچکتر برای حکومت بر شب. او همچنین ستارگان را ساخت. خدا آنها را در آسمان قرار داد تا زمین را روشن سازند، بر روز و شب حکومت کنند و روشنایی و تاریکی را از هم جدا نمایند. و خدا خوشنود شد. شب گذشت و صبح شد. این روز 4 بود. سپس خدا فرمود آبها از موجودات زنده پر شوند و پرندگان بر فراز آسمان به پرواز درآیند. پس خدا حیوانات بزرگ دریایی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را آفرید. خدا از این نیز خوشنود شد و آنها را برکت داده فرمود موجودات دریایی بارور و زیاد شوند و آبها را پر سازند و پرندگان نیز روی زمین زیاد شوند. شب گذشت و صبح شد. این روز 5 بود. سپس خدا فرمود زمین انواع جانوران و حیوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آورد و چنین شد. خدا انواع حیوانات اهلی و وحشی و تمام خزندگان را به وجود آورد و از کار خود خوشنود گردید. سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی کند. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده فرمود بارور و زیاد شوید، زمین را پر سازید، بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمان روایی کنید. تمام گیاهان دانه‌دار و میوه‌های درختان را برای خوراک به شما دادم و همه علف‌های سبز را به حیوانات و پرندگان و خزندگان بخشیدم. آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید. شب گذشت و صبح شد. این روز 6 بود.